سرخط مهمترین خبرها: ترکش‌ها در ایران از سوی یک تاجیکستانی طرح‌ریزی شده است. یک سازمان حامی حقوق بشر حکومت تاجیکستان را تنقید کرد و امریکا به حوثی‌های یمن حمله کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 12 ژانویه است. وزیر کارهای خارجه ترکیه گفت از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود. اظهارات حاقان فیدن روز 10 ژانویه بعد از ملاقات او با پرزیدنت امامعلی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرقیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جبارov صحبت داشت. حاقان فیدن 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرقیزستان خبری خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جبارov هنوز 11 دکمبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصی گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و سنه مشخص را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجه ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین امنیت و ثبات در منطقه نامید. در اول ماه دکمبر سال گذشته رهبران کمیسیون‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده است. وزارت اطلاعات یا امنیت ایران طراح و پشتیبان اصلی حمله را در کرمان شخص با نام مستعار عبدالله تاجیکی تاجیکستانی و متخصص بمب‌های خودساخت معرفی کرده است. اعلامیه وزارت روز 11 ژانویه نشر شد. مقامات تاجیکستان تا هنوز واکنش نکردند. به خبر جانب ایران این شخص همراه یک زن و یک کودک غیر قانونی توسط قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوبی شرقی وارد شده در خانه اجاره در نزدیکی کرمان جایگیر شده بود. اما مقامات جمهوری اسلامی باور دارند که او یک روز پیش از حادثه تروریستی ایران را ترک کرده است. دو انفجار با گفته مقامات ایران مرگ طلبانه در مراسم یادبود قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس روز 3 ژانویه روی داد و باعث کشته شدن بیش از 90 کس و زخمی گردیدن زیاد از 200 کس گردید. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران میگوید 35 نفر را در پیوند به حادثه دستگیر کردند. در اعلامیه وزارت از 11 ژانویه یکی از حمله‌وران اسرائیل بازاروف 24 ساله و از تاجیکستان معرفی شده است. مقامات تاجیکستان در این زمینه هیچ شرحی ندادند. هویت حمله‌ور دوم آشکار نشده است. یک سازمان معتبر حامی حقوق در آمریکا میگوید که رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات همچنان ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ روز 11 ژانویه در گزارش نوی خود گفت سال گذشته صداهای مستقل و منتقد حکومت در تاجیکستان همچنان سرکوب شدند. صدها سازمان غیر دولتی ناچار کار را بس کردند. فعالیت سازمان‌های دینی یا محدود و یا قطع شد. مقامات رسمی تاجیکستان اکثرا گزارش سازمان‌های حامی حقوق را شرح نمی‌دهند، ولی در گذشته گفتند که این گزارش‌ها وضع واقعی را انعکاس نمی‌کنند و به قبل آنها غرضمندانه هستند. دیدبان حقوق بشر گفته از فعالیت چند حزب و حرکت سیاسی که حکومت آن را تهدید می‌شمارد ممنوع ماند و بعضی از اعضای آنها را مقامات با زور از خارج به تاجیکستان آوردند. سازمان حامی حقوق در ادامه گزارش به ارزیابی وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان پرداخته و گفته است در سال 2023 حکومت سرکوب دیگر اندیشان را در ولایت ادامه داد. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر که در نیویورک قرارگاه دارد از حقوق زنان و دختران در تاجیکستان هم گفتند که به قول مؤلفان گزارش همچنان زیاد پایمال می شود و حکومت هم به این مسئله اهمیت نمی دهد. بینندگان عزیز، تفصیلات این موضوع در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان می شود. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به موضع‌های گروه شورشی حوثی در یمن ضربه زده است. خبرگزاری رایترز نوشته است به احتمال زیاد این اولین ضربه‌های نیروهای آمریکایی به موضع‌های حوثی‌ها بعد سال 2016 است. با گزارش BBC نیروهای هوایی و بحری آمریکا و بریتانیا شب جمعه یعنی شب گذشته حمله به نیروهای حوثی‌ها را شروع کردند که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. جنگجویان این گروه در 2 ماه اخیر بارها به کشتی‌های تجارتی در بحر سرخ حمله کردند. با نوشته رسانه‌های خاورمیانه نیروهای آمریکایی و بریتانیا به چند موقع حوثی‌ها در شهر حدیده و فرودگاه صنعا ضربه زدند.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده در مراجعه مخصوص گفت این عملیات حربی پاسخ به حمله‌های بی‌سابقه حوثی‌ها به کشتی‌های تجارتی در بحر سرخ است. مجلس ملی پلات بالای پارلمان نام کدکس مرافعه‌ای گرجدنی تاجیکستان را به کدکس مرافعه‌ای مدنی عوض کرد. پیش از این نام گرجدنی را هم به کدکس مدنی عوض کرده بودند. چه ضرورتی برای تغییر نام کدکس وجود دارد و آن برای کشور چی می‌دهد؟ ارشاد سلیمانی و امیر ایسف در همین باره گزارش آماده کردند. وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرجدنیро که ریشه‌اش از زبان روسی آمده است پورا از قانون‌های کشور برداشتند با جایش واژه مدنی گذاشتند. امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلام کرده ایم و آن را ما می‌خواهیم که در بخش‌های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه‌های نو تاجیکی انتخاب کنیم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض سر گرجدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان کلمه و اصطلاحات دیگری بیگانه هنوز در قانون‌های جمهوری زیادند. کانستیتوسیا را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست برای بیان مفهوم‌های کشورداری به اندازه کافی اصطلاح دارد. امید جهانی باور دارد که در برابر اصطلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه‌های نظامی تاجیکی شوند. ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم. یا بسیاری از اصطلاحاتی که از ساخته‌های همسایگان هستند و در زبان ما به کار می‌روند باید جای خود را به واژه‌های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه‌های تاجیکی نیستند، اینها واژه‌های ازبکی ساخت هستند. به جای آنها باید گفت مشاور که با واژه ضربی است یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. به جای یاردمچی حتما باید گفت یاور. مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه‌های حربی اصطلاح‌های بین‌المللی هستند و نباید گنرال ارتش، ارتش سالار و پالکونیک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورتی به ترجمه رتبه‌های نظامی نیست. همین طور در تاجیکستان سالها باز موضوع به کار بردن کلمه و اصطلاحات به قول بیگانه و دیگر کردن آنها با واژه‌های برابر وزن تاجیکی بحث می شود. مثلا دادستان، پروکراتوری گنرالی دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، مثلا ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. انا بعد مثلا عیبدار کننده دولتی گفتند و پروکرور این چیزا رو گفتند. راست گپ اینا همشون واژه‌های ترجمه تحت لفظی زبان روسی است. تاجیکستان از جمهوری‌های نخستین شوروی پیشین بود که قانون را درباره مقام زبان دولتی پذیرفت. تاکنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه‌ها و محله‌ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه‌های بیگانه به خصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت‌ها و حجت و قانونگذاری تنقید می‌شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 ینور را فرا می‌گیرد. 12 январи соли 2004 Сергей Бисараб, роҳиби калисои баптистӣ кушта шуд. Ин куштор дар дохили ибодатгоҳе дар Исфара баъди анҷоми намоз рух дод. Ин ҳодиса дар ҳоле буд ки соли 2000 дар Душанбе калисои Сонмин таркид ва мақомот бар хилофи фарзия ин ки кори дасти афроди тундраву ифротгаро будааст гуфтанд сабабаш ангезаҳои маишӣ дорад. тасдиқи дурустии ин хулосаҳо бо сабаби пинҳон будани тафтишот имкон надорад. 12 январи соли 2017 раҳбари собиқадори шаҳри Душанбе Маҳмадсаид Убайдуллоев, як ҳамсафи деринаи президенти Тоҷикистон, баъди 19 соли кор аз мақом барканор ва ба ҷою писари Эмомалӣ Раҳмон Рустами Эмомалӣ таъин шуд. Ин ҳодисаи интиқоди мухолифон ва ҳам ҳомиёни ҳуқуқро ба бор овард, вале мақомоти давлатӣ таъйини ӯро қонунӣ донистанд. ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон барои ҳаракат ба самти ҳукумати хонаводагӣ мавриди интиқод мебошад.
12 январи соли 2009 вазорати маорифи тоҷикистон хабар дод ки таҳсили 11 сола дар мактабҳои миёнаи тоҷикистон барои тамоми муҳассилин ҳатмӣ мешавад. вазорат гуфт ки ҳадафи ниҳоӣ ин аст ки кӯдакон аз мактаб намонанд ва бахусус шумори духтароне ки бо сабабҳои мухталиф таҳсилро то охир намерасонанд кам нашавад. вазир Абдуҷаббурраҳмонов он вақт гуфт соли 2008 27 000 духтар аз таҳсил дар синфҳои болои канор монданд ва ин баробар бо аҳолии як ноҳияи тоҷикистон мебошад. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در بانک‌های کشور کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کمی پایان شده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 123 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوشخواهانه. خدا نگهدارتان.